پورشه‌ای که به بنز ثابت کرد رئیس کیه؟ پورشه 911 جی تی 1 بزرگترین هیولای ریسینگیه که پاش به جاده ها باز شده. اما پورشه اصلا نمیخواست این ماشین رو تولید کنه. اما چرا؟ طبق قانون اون زمان پورشه مجبور بود چند تا نسخه جاده‌ای هم از ماشینای مسابقه‌ایش تولید کنه و همین قانون مسخره باعث تولید یکی از خفن‌ترین ماشینای تاریخ شد که فقط 25 نسخه ازش تو کل دنیا تولید شده. 0 تا 100 این ماشین فقط 3 ثانیه از شما وقت میگیره و با 544 اسب بخار قدرت به تاپ اسپید 308 کیلومتر بر ساعت میرسه. قیمت هیولای کمیابم 54 میلیارد تومنه. حالا شما بگین پورشه یا بنز کدوم خفن تره؟ Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know.